سلام بچه ها، اسم من فرانتمنه. خوش اومدید به اول ویدیو گیمینگم. فکر کنم اولین ویدیو نیست ولی خیلی وقت به چنل سر نزدم، ببخشید چند وقت ویدیو نذاشتم. خب گیم پلی دیگه، آخرش هم از یه اسکواد خیلی قوی باختیم و فشاریمون کرد. البته یادمون نمیدونم ولی خودم آره فشاری شدم، با کریم لژند افتاده بودم به جنون. اینجا این یاسین من زد رسید، نمیدونم دیگه پیداش نکردم ولی اینجا خب مرد. خب زنده بشم دیگه، زنده شدم اینجا فکر کنم. آره هشم رفتم کریم برداشتم از پیش شماره 1. بچه دوست دارید با من دوئل بزنید تو کامنت ها بگید، ولی فکر نکنم بتونم باتون دوئل بزنم. شاید بتونم، حالا ول کنیم حرفا رو. اودن برداریم، آخرشم 11 تا کیل یا 10 تا کیل گرفتم. حالا داستانه جلو رو تعریف نمی کنم بچه. از دوست دارید بهتون اخبار بگم؟ اخبار میخواستم بگم. اخبار کال آف میخواید که تو کامنت ها بگید. اتچمنت اچس بای هم دارم که برسیم به 20 تا سابسکرایبر بهتون اتچشو میدم. اتچ اچس بای اگه میشنوید خیلی اچس خوبیه دیگه. یه اتچ اکی 117 دارم، خیلی خوبه واسه اونایی که اکی 117 سبز دارن، سبز اپیک. شات اسنایپ دوست دارم بزنن ولی از راه زیاد نزدیک نمیتونم. یه چند بار تونستم هیپفایر بزنم. اینجا دنبال 2 تا انمی سیریش میگردم که یکیشون پایینه، اوکی اصلا دشواری نداریم. این جلو یه دمیج خوشگل و اینم نه میریم آرموراشم برمیداریم. بچه تا حالا هلال احمر پیدا کردید تو کالاف؟ حالا هلال احمر به نظرتون چیه؟ هلال احمر یعنی تو جیبش به جای بمب دیگه پرک و اینا فقط تو جیبش چی باشه؟ آرمور. اونم آرمورای 250 تایی 250 تایی بود یا 200 تایی، هم در هر صورت از اون آرمورای مشکی و زردا، از اونا تا تاش داشته باشه دیگه خوش شانسید. اوکی بزنیم. فعلا وای میستیم، بریم جلوتر. نمیرم جلو، میخوام برم دنبال اون یکی انمی سیریش. اوکی اینجا این شات اسنایپ قشنگ زدم بعد مردم. یارو ناک شدش، نشد کامل بزنش. اینجا کیلوزی خوشگل نصیب ما نمیشه. کیلوزی بریم. خب اینا که کیلو خودم بودم ولی واسه برسیم به کیلوزی. اینم کیلو بدبختاست. خب بمیرید. چند تا کیل دارم؟ اوکی 8. داریم با آخر بازی نزدیک میشیم ولی البته اینجا شات اسنایپ من رو تماشا میکنید، میزنمش. بعد این یکی انمی میاد درم رو دست گیره بیخواستم. نه این یکی سمت چپی ها دیدید هیچ باردنی. بچه با گوست پلی بدم یا با آرتری؟ با هر کدوم شما دوست دارید پلی میدم. ما این که رفتم میخوام دوباره بذارم. این دفعه قرار داریم داستانیا رو بسازیم. پرچم پر افتخار و ثروتمند ایران میسازمش براتون، چاره نیست. خب الان من دارم کال آف بازی میکنم، چرا دارم راجع به ماینکرافت حرف میزنم. اینجا از این نموندم، از اون موندم. حالا اونا کیان؟ همون اسکوادی که منو فشاری کردن. بله اصلا مهمیت نداره. من یه بار رفتم سر دراب مردم دیگه، نرفتم سر دراب.
رفتم بالا کمک بقیه. چرا گفتم کمک؟ رفتم اصلا اینمی بزنم. شماره یکم با اومد از شانس گندم هم از بالا افتاد میرستم. اینجا این بیچاره میمیره. برای ریوایوش کنم یه چاره نیستش. بچه پرواز قفل شدش. تا پرواز قفل شد من مردم. اچس رو کشیدم باشم افتاد زمین. به جاش FFAR افتاد دستم. و شانس بدم هم روی همه جا از این شاتگان داره. شاتگان اصلا بدیه. یعنی استغفرالله. کیلو 141 متیک. اصلا اینه که گفتم رو فراموش کنید. این هم یه کلیم لجند. اینجا زدمش. اون یکی رو پیدا نکردم مرده بود در است دیگه. اینجا دوباره مردم. باید کریم رو میکشیدم بیرون. اینجا همین سواده. بعد میدم یه نفر دیگه باید باشه تا اسکوات کامل شه. یا 3 نفر اسکوات کردم. هر صورت ویدیو کال آف میخواید براتون بذارم. کلا ویدیو گیمینگ دوست دارید براتون بذارم. اونایی که دوست دارن تو کامنت ها حتما بگن. قرار برم با یکی دوئل بزنم. یا میبازم یا میبرم. نمیدونم دوباره چه اومدم اینجا میمیرم. ولی ببین 2 بار اینو منو کشت. فعلا که مردم حرفی ندارم. نه اینجا پروازه بسته نشدش. من پروازم تموم شد. ولی در کل اینجا یه دقیقه نگاه کنید تو خدا. ببین انمی هم با من اومد. من اچس رو کشیدم میدم اینجا FFAR دستم بود و مردم. یارو یه دقیقه اون قبرم رو اینجا نگاه کنید. قبرم چرا چسبیده به دیوار. این داداشمون رو میبینیم. ملاحظه میفرماییم با یک عدد اودن خالص میفته به جونشون. ولی اصلا نمیفته به جونشون. وای میسته تا بقیه بیان. من که دیگه زنده نمیشم. این داشتم هم دیگه زنده نمیشه. بچه ها الان خیلی میخوام بیان اسم من رو بزنید. اشکال نداره. تاش فرندام زیاد میشه. خدا اودن خوشگلم. اوه پروازا اینجا بسته میشه. به همش گوشت. الان من اگه تو بودم بازم میباختیم. نمیدونم چرا. چون که اسکواد قوی بودم. بچه ایزولیتد یا کرای ها کامنت ها بگید. اگه میگی ایزولیتد لایک. اگه میگی کرای ساب. اینجا اینم مور فرمیمونه. یه امید کمین اودین کشه است. اودین کش منطقمونه دیگه. چی کار کنم. البته اودین کش نیست. کریم کش. کریم هم خودش نکشته پیدا کرده. الان تو این حالت یوپی هپی هپی هپی. ولی کلا یه نفر رو میزنه فقط ناک میکنه و خودش میمیره. ایشونو میزنه. کریم باگی. اگه اتچشو براتون پیدا کردم حتما براتون ویدیوشو میذارم یا اتچشو براتون پست میکنم. و اینجا هم مردیم و رفتیم لابی یوپی به لطفه. ببین رو هوا زدتش.